معلمانی که از خوانندگان یا اونیورسیته یا کالج از اگزامین یا زچات پول میگیرند، آیا برای مسلمان این حرام است یا نه؟ التماس اکای حاجی به سوال ما جواب پرره میگفتید، دل ما قرار میگیرید. البته درباره پدر مادر ما کسیته ها داریم. برادر عزیز مراجعت کنه، از همون کسیته ها بی نهایت بهره زیاد میگیری. دو کسیته خاصه درباره احترام پدر مادر است. اگر مثال چیزی که خواهی از داخل اونها تو البته یافت میکنی. و سوالی که معلم ها چه از اونیورسیته باشد، چه از اینستیتوت باشد، چه از مکتب های میانه باشد، چه از کالج ها باشند، برای زکات و برای مثال بها گرفتن وقتی پول میگیرند، باور کن خیانتی در جمعیت کردگی هستند. به حد خیانتی کلان میکنند. برای دهنده در زمان ما گناه نیست، اگر چند که رسول اکرم میگوید الراشی و المرتشی فی النار، کسی پاره میدهد و کسی پاره میگیرد، هر دو در آتش دوزخ هستند. امروز جزای پاره را دیدیم. با مثال با پاره بیچاره میخواند میآید. امروز باوری داریم که فرزند من مدینیستوت خوانده است، دکتر شده است. همه او مثال زکات ها و همه او بها با پول است. او از کجا مثال تجربه دکتری دارد؟ او از کجا مثال فرزند ما اترا نجات داده میتواند؟ برای چی نمیتواند؟ برای که وای معلمش خیانتکار بود، وای معلمش آموخته کرد که همین پول بده نخوان دیگر، خواندن تو حاجت هم نیست. آیا همین خیانت نیست؟ از این ده خیانتی کلان دیگر وجود ندارد. هر یک فرزند مثال هر یک پدر و مادر باوری دارد که فرزندش در فلان مدرسه یا مکتب میخواند. وقتی که وای با پول میخواند، این معلوم است که عاقبت وای چی هست. و البته آدم دهنده در این زمان ما گناهگار نمی شود. زیرا اگر حاضر ما فرزندا مانده از جهت فرزندا ما پاره ندهیم و دیگر داخل نمیکنه. فرزند ما دیگر در او یونیورسیته یا که در مثال همون مدینیستوت خوانده نمیتوانند تا اگر پاره ندهیم. امروز پاره ما میدهیم، لیکن همون گیرنده ها گناهگار هستند، دهنده ها گناهگار نیستند. بسیار عملی زیشت است. شهر دوشنبه، بوربت 56 صنوبر. السلام علیکم داملای عزیز و محترم حاجی میرزا. اینا بر ما دادن. من با همراهی خواهرانم از دوشنبه آمدیم و امروز به دیدار شما رسیدیم. ما در خردسالی امان از پدرمان جدا شدیم. پدرمان را ماشین زد و او مرد. مادرم که الحال جوان است و شوهر برآمد و از آن شکرانه میکنم که او بسیار آدمی خوب است. و امروز که من 14 ساله نماز میخوانم. از شما داملای عزیز التماس میکنم که مرا و خواهران مرا و پدر و مادر مرا دعا کنید. خدای مهربان این خواهر اسلامی را همراه همه خواهرها و پدر و مادرش خدایا مغفرت گناه بکنی و مراد و مطلب هاشون خدا حاصل کنی. آمین یا رب العالمین. سوال بسیار از ما خواهش سخت کردم از دوشنبه. السلام علیکم داملای شیرین سخن. این سوال از نام یک خواهر شماست. التماس به سوال من جواب گویید. من برادرم را با نمازخوانی دعوت کردم. اگر من او را یاری رسانم ممکن است؟ سوال دیگر. از وفات پدرم 2 سال گذشت. آیا من به منزل پدرم روم ممکن است؟ چنانه که میگویند رفتن زن به منزل ممکن نیست. التماس به من جواب پوره دهید. با احترام خواهر عزیز شما. البته میتوانید شما اون برادری که دارین یا پدری دارین شما نماز خوان کنین، در نماز یاردم کنین، این باکی نداره. این البته ثواب میگیرین. لیکن به سر منزل پدر و مادر رفتن، اگر چنده که حدیث ها برای رفتن هم هست، سخن فقها هم برای اجازت هم رفتن هست، لیکن الحال عالم های بگیم آخر معاصر حاضره ما و شما اجازت ندادند که زنها به سر منزل ها روند یا به زیارت مزار ها روند. یعنی این ده اجازت ندادند. گفتن نرفتن زن برای منزل، برای دعا کردن، مثال برای اولاد اجدادش به قبرستان ها، این بهتر است. از این خاطر همون خواهری که مثال میخواهد
در حق پدر و مادر دعا کند. افضل و بهتر همین است که در خاندان 2 رکعت نماز خوان، در حق پدر و مادر ببخش. انشاءالله این بهتر است. و این محترم از شما خواهش و التماس میکنم با همین سوال من جواب گردانید. گویا که عمر خیام در جماعت مس بود و در دستش پیاله می، و ناگاه پیاله از دست او می افتد و می شکند. شخصان گرد و اطراف او را تماشا دارند. او باشد این شعر را می خواند: ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، بر خاک زدی می نابی مرا، خاکم به دهن مگر تو مستی ربی. بعد خواندن این مصرع‌ها در روی او سیاهی پدید شده است. بعد خواندن دیگر شعر سیاهی در روی او ندیده شد. همانا ناپدید می شود که چنین بوده است: ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، هر کس که گناه نکرد چون زیست بگو، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. بعد از این جماعت و از واقعه روی داده او را اولیا خواندند. آیا این 8 مصرع شعر ضد دین هست یا نه؟ و واقعه با عمر خیام چنین بود یا نه؟ ما بین من و 1-2 شخص بحث شد. من در جواب گفتم که با واقعه روی داده شده باوری ندارم. بنابراین از شما یک بار دیگر التماس شعرها را با پررگی تحلیل کرده و واقعه‌ای که بحث می رود با پررگی شرح دهید. مخلص اشدی شما از دوشنبه اسرائیل. افسوس می‌خورم که از سبب راه دور در امر معروف شما اشتراک ندارم. به هر حال که از روی کسیته هایتان شما را نغز میشناسم و احترام میکنم. خدا نگهبانتان باشد. یعنی این واقعی که به عمر خیام گویا شده باشد که وقتی در دستش مثال پیاله می بود و وقتی که میخواست که همین می نوشد که همون می با همون ابریقش با همون ظرفی که داشت در زمین زد و شکست و به سوی پروردگار گفته: پروردگار، تو ابریقی مرا شکستی، آیا تو مست هستی؟ این سخن در آخر حضرت عمر خیام گفته باشد. وقتی که این سخن گفت، خداوند در حال میگه چهره عمر خیام سیاه کرد و بعد این باز چی گفت؟ ناکرده گناه در این جهان کیست بگو. یعنی پروردگار کی هست در دنیا که ناکرده مثال حیات برده است و گناه نکردگی هست؟ کی هست میخیل گفته؟ این وقت این 4 مصرع را خوند، بعد این باز رویش سفید شد گویا. آیا همین واقعه اصل دارد؟ این دروغ است. باور کنید. منم باور ندارم. منم در یگان کتابم ندیدم، لیکن اکنون ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. کسی نباشد، چه اولیا باشد، چه مثال همون دوستان خدا هم به درگاه خداوند این گونه ناز کرده و ای پروردگار تو مستی گفته، این ده هیچ کس قدرت نداره. این گونه معامله هم بر خدا کردن، این باور که این در عقل انسان جا نمیگیرد. من یک حدیث حضرت عمر را نویساندم، میخواهم که برای شما خوانم. حضرت میگوید یک مرد راه میرفت، در راه رفتن بسیار میگه ایتا خاکسار بود، خاکساری کرده، گویا گردن پست زمین تماشا کرده میرفت. حضرت عمر گفتند: لا تمیت علینا دیننا اماتک الله. این مرد گفتند سرت بردار، گفتند تو آدم مسلمان هستی، تو خطا یک باتر بگیر، یک آدم با قوت بگیر. گفت دین اسلام را بر ما نمیران، گفت خدا ترا هلاک بگرداند. یعنی چند قدر مثال راست باش گفته است. خطا همچه خاکسار ای قذلیل نگیر. باز میگه در دیگر شخص دید، میگه که بسیار شکسته بود. میگه اونا چی گفت؟ ارفع رأسک فإن الاسلام لیس بمرض. سرت بردار، گفت ای مرد، گفت اسلام بیمار نیست، گفت اسلام را بیمار در چشم مردم نشان نده، گفت سرت بردار. گفت یعنی با غیرت باش. یعنی ما و شما باید که چنین حکایه ها قطعی مثل که گویا یک ضربه در همین اسلام میزنیم، گویا که اسلام هم مثل یک افسانه نشان میدیم. همچنان هم میگن که گویا که برق ولی وقتی که مست شده است با همون عصاش در عرش الهی زده باشد. اینا دروغ هستند.
اینا را باور کردن در کار نیست. این کتابچه هایی که برآمده است اینا نه آیتن نه حدیثن. در یگان کتاب معتبر آمدگی نیست که مثال حضرت برق در عرش پروردگار با تیاقی خود زده باشد و گفته باشد که خداوند یعنی چی پیشنهاد کرده است، یک دوزخ گویا که نابود کرده باشد. اینا افسانه هستند، اینا را باور کردن در کار نیست. اینا مثل همونا هست. یعنی هیچ وقت عمر خیام بسیار فیلسوف کلام بودند، بسیار آدم خدا ترس بودند و عرق نوش نبودند. برای چی عرق نوش نبودند؟ زیرا حضرت حافظ بینین در مصرع شعریش میگه المنت لله که دری میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. اون می که میگوید ما در مصرع‌های شعری ذکر میکنیم، حضرت حافظ میگوید اون می میگد اون می مجازی نیست، از وی همه مستی و غرور است و تکبر. این می مجازیه که این می که مردم در دکانها میفروشن و مینوشن، اینا میگه از اینا فقط غرور تکبری مثال و خاری و ذلت است. و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. آن می که ما میگوییم در مصرع‌های شعری، همه این عاجزی را نشان میدهد، همه این یک سرخمی ما نشان میدهد. این می ما اون می نیست میگوید. از این خاطر اون می که عمر خیام هم ذکر کرده است، اون می همش عشق خداوندی هست، همه او عشق اسلام است، نه این می اساسیه که مثال امروز مردم باید می نوشند. السلام علیکم استاد عزیز. اگر در پهلویت زنت یا خواهرت یا ینگت نماز خواند، نماز فاسد می شود یا نه؟ این اگر در خانه شما نماز می خونین، یکی مادر در پهلوت نماز می خواند، زن در پهلوت نماز می خواند، ینگت در پهلوت نماز می خواند، خارزاد در پهلوت نماز می خواند، اینا در 4 شرط است. یکم شرط چی است؟ یکم نماز هر دی شما یک نماز باشد. مثال اگر هر دو نماز پیشین میخونین، اون کس در تو اقتدا کردگی باشد. یکم شرطش در پهلوی تو میسد، در تو اقتدا میکند، تو امام میشوی و وای مقتدی. دوم نماز رکوع سجود دار باشد، یعنی نماز جنازه نباشد، نمازهایی که رکوع سجده دارند، مثل نماز پیشین. سیوم زن اهل شهوت باشد، یعنی زن پیرانسال نباشد، زن جوان باشد. چهارم شرط این که بین تو و بین زن یگان حائل نباشد، یعنی یگان چیز ستره نباشد. این صورت اگر در پهلوی تو ایستاده نماز خواند، نماز تو را فاسد میکند. اگر مثال زنی تو هست، خواهری تو هست، در پهلوی تو میستاده، با تو اقتدا میکند، لیکن برابری تو میستاد در یک نماز. این دوم این که همون زن جوان است. سوم که نماز رکوعدار است. چهارم که بین تو و بین او یگان پرده نیست. این حالت اگر در پهلوی تو نماز خواند، نماز تا فاسد میکند. لیکن اگر وای جدا نیت کند و تو جدا نیت کنی، اینجا در نماز شما فاسد نمیشد، اگرچه در پهلوی شما هم که ایست است. فهمیدین شرطی مثلا؟ السلام